خوش اومدین به یه ویدیو آنباکسینگ با من یه سری لوازم آرایشی سفارش دادم و تازه به دستم رسیده. الان آوردم که بهتون نشون بدم و اینکه یه میکاپ خوشگل هم باش انجام بدیم. اولیش پرایمر از برند مکه. بعدی این کراپودر فیتنی میبلین هستش. تادا! ببینیم فقط چه رنگای خوشگلی داره. خط چشم. بعدی این بالم لب از برند گابرینیر. خیلی بوی خوبی داره. بوی شکلات و وانیل و قهوه، ترکیب همه اینا. و این رژ لب از برند گلدن روز. یه شاین ریز خیلی خوشگلی داخلش داره. حالا بذاریم بزنم ببینید چجوریه. خیلی بوی اینم خیلی خوبه. قشنگ بوی شکلات میده. واقعا عاشق این رژ لب شدم. روی رژ لبم میزنم ببینیم چجوری میشه. این نتیجه رسیدم اگه لیپ گلاس نمیزدم خیلی بهتر بود. ماتشو بیشتر دوست داشتم ولی در کل خوبه. و آخرین مورد رژ گونه هودا موجی. اینم پیگمنت خیلی خوبی داره، یعنی یه قطره خیلی کوچولوش برای کل گونه‌ات کافیه. میکاپ من تموم شد. یکم میکاپم نسبت به همیشه متفاوت تر شد. خودم که خیلی دوستش داشتم، امیدوارم شما هم دوستش داشته باشین. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، بای بای.